بینندگان و شنوندگان عزیز کردانه، همونطوری که مطلع هستید در چند روز گذشته رژیم جمهوری اسلامی از مرزهای کردستان عراق گذشته و عملیات‌هایی را علیه نیروهای کرد و مناطق کردی شروع کرده است. در این رابطه و در رابطه با کم کیف این عملیات رژیم جمهوری اسلامی مصاحبه‌ای داریم با آقای حاج احمدی، رهبر پژاک. آقای حاج احمدی، سلام بر شما. سلام آقای. آقای حاج احمدی، همونجوری که مطلع هستید رژیم یک عملیاتی را در کردستان شروع کرده. میتونید در رابطه با این عملیات کی شروع شده و هدف رژیم از این عملیات چیز برای ما توضیح بدید؟ این عملیات تقریبا این روز سومه. امروز روز سومه و ما خیلی پیش از این اطلاع داشتیم که حمله میکنن و آمادگی اونها تقریبا در حدود 3-4 هفته است شروع کردن با آمادگی برای این حمله. هدف سوال جناب عالی، هدف اونها از این حمله چیه؟ این چند هدف دارن اونها. هدف اصلیشون اینه، میبینن که این جریاناتی که این طوفانی که از شمال افریقا شروع شده الان به سوریه رسیده است و جمهوری اسلامی میدونه که هدفش ایرانه و داره کارسازی و آمادگی میکنه برای این جریانات. شما اگر متوجه شده باشین از چندی قبل تمام شهرهای ایران رو ملیتاریزه کردن به خاطر بدحجابی. مثلا بدحجابی نیست، مثلا آمادگی است برای این جریاناتی که تو راهه. یا در حدود یک ماه و نیمه دارن تمام زاتلیت‌های ایران رو جمع میکنن و از هر گوشه و کناری هرچی به فکرشون برسه که در مقابل این طوفان چه باید کرد آمادگی میکنن و این حمله نهاییشون هم همینه. یکی از هدفهاشون البته اینه، یکی از هدفهاشون اینه که دارن آمادگی میکنن اگر روزی اگر هم نداره تازه بعد از سوریه که عمر چندانی براش باقی نمونده است، این طوفان به طرف ایران تو راهه و این آمادگی که جمهوری اسلامی میکنه از هر طرفی، از هر نظری، به هر وسیله‌ای، البته خوب میدونن که نمیتونن خودشون از دست این طوفان خلاص بکنن و از طرف دیگه مردم ایران هم منتظر این طوفان هستن. مردم هم منتظر هستن، چشم براه هستن، میدونن دیگه این برو برگرد نداره. برای اینه جمهوری اسلامی الان در حدود یک ماه هم بیشتره که خودشو آماده میکنه به منطقه کردستان حمله بکنه و این حمله چیز اتفاقی هم نیست که یک هفته 10 روز قبل معاون وزیر اطلاعات ترکیه به ایران سفر کرد و بعد از اون احمد داودوغلو چند روز قبل اونجا بود. این نمیتونم بگم که 100%، ولی غیر ممکن نیست که این نقشه و این طرحها دو طرفه است. جمهوری اسلامی با این عملیات خود میخواد ترکیه را هم قانع بکنه که آره ما هم داریم جنگ کردها را داریم، ما هم شروع کردیم به به خلع اصلاح و قلع و قمع این ملت، از بین بردن حرکات ملی مسئله کرد. چون که در این یک ماه اخیر بعد از انتخابات ترکیه مسئله مذاکره کردها و ترکیه یک وضع دیگری را پیدا کرده است. هر روز مردم کرد و حتی نیروهای دموکرات و آدمهای فهمیده، نویسندگان، روزنامه‌نگاران ترکیه هم در انتظار این هستند که یک چاره سری
یک راه خلاص از این بنبست پیدا بکنن که برای مسئله کرد یک راه حل سیاسی پیدا بکنن. و آقای حاجی احمدی، روزنامه‌های رژیم، بعضی از خبرگزاری‌ها به نقل از روزنامه‌های رژیم اعلام کردند که سپاه پاسداران 2 روز گذشته در آلواتان و سردشت به یکی از پایگاه‌های بزرگ شما حمله کرده و تعداد زیادی از نیروهای شما را کشته، مجروح و اسیر کرده. نظر شما در رابطه با این خبر رژیم چیست؟ راستش اینه که خودشون کشته خیلی اون تا اون جایی که ما اطلاع داریم، اطلاع 100%، تا حال در عرض این 2 روز، یعنی پری روز و دیروز، 108 نفر کشته دادن. زخمیشون به حدی است که بیمارستان‌های سردشت و اوشنویه و پیرانشهر و بانو و مریوان و اینا مریض‌های دیگر رو قبول نمی‌کنن و با هلیکوپترها دارن زخمی‌هاشون و جنازه این کشته هاشون رو حمل و نقل میکنن. و اگر بگه ما اسیر کردیم و فلان، ما یک مقر، یک پایگاهی به اون شکلی نداریم که اونها بتونن به اون حمله بکنن. اگر می داشتیم این 2 سال و نیمه اینا توپباران میکنن. چرا اون توپبارانی که اونها میکنن یک دفعه به یک نفر پژاک هم اصابت نکرده است؟ این همش دروغه. و البته این یه چیز تازه نیست از جمهوری اسلامی. شما به عنوان رهبر پژاک که در ارتباط مستقیم هستید با نیروهای خودتون، این ادعای رژیم که در اونجا پایگاهی را از شما تصرف کرده تکذیب میکنید، درسته؟ مطلقاً همچون چیزی وجود نداره. آقای حاجی احمدی، رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرده که این عملیاتی که انجام میده در رابطه با حرکت‌های ایذایی و حملات نظامی پژاک به داخل خاک ایران بوده. نظر شما در رابطه با این تحلیل رژیم به جهان میدیایی چیه؟ اینم یک دروغ محضه، چون که در حدود 1 سال هست، یک سال هست که پژاک تقریبا میتونم بگم که آتش بس یک طرفه اعلان کرده است. و ما در عرض این سال بیش از 1 سال هم هست، از انتخابات دوره دهم چیز به بعد، حرکت سبز و این اختلافاتی که در ایران به وجود اومد، ما از اون زمان همیشه سعی کردیم که از برخوردهای نظامی خودمون رو دور نگاه بداریم. در اون جاهایی که امکان داشته که مبادا برخوردی به وجود بیاد، ما دوری کردیم. و ما هیچ حمله به هیچ پایگاهی، به هیچ جایی که نیروی انتظامی یا پاسداران یا ارتش ایران وجود داره، ما حمله نکردیم. و خودشون هم، دنیا هم میدونه، ما خودمون اگر حمله میکردیم بالاخره اعلان میکردیم که فلان روز فلان جا فلان شد و فلان کاری کردیم. این هم دروغه. این بهانه تراشی است. رژیم جمهوری اسلامی از چه سلاحایی در طول این 2 روز استفاده کرده و آیا از مرز بین المللی عبور کرده یا نه؟ آره عبور کرده، در حدود 1 کیلومتر عبور کرده. 1 کیلومتر از طرف سردشت. 1 کیلومتر ما به اون منطقه میگیم دشت مزرعه، در نزدیکی‌های دولتوست. اونجا 1 کیلومتر اومده جلو، دیگه اونجا موندن. ولی منطقه را البته تانک های خیلی زیادی آوردن با هلیکوپترهاشون، با توپ ها و خمپر و اون چی در اختیار دارن، اون منطقه را میکوبن. حتی این اخبار امروز هم بود. امروز من ساعت 8 که تلفن کردم، بعدن ساعت 11 10:30 زنگ زدم، گفتن حرکات نظامی امروز وجود نداره ولی توپباران خیلی شدیدتر شده است.
شعاع توپباران و شعاع عملیات های نظامی در چه وسعتیه؟ اون که به من گفتن در حدود حتی توپباران ها تا نزدیک های کلاتوکان اومده است. الان بگم چند کیلومتر دقیق نمیتونم بگم، ولی ممکنه در حدود 4-5 کیلومتر هوایی. آقای حاجی احمدی، تا همین لحظه ای که من با شما صحبت میکنم چه تعدادی از نیروهای شما کشته و زخمی شده؟ تا امروز صبح اون اطلاعی که من داشتم 7 نفر ما شهید شدن. و تعداد زخمیاتون و زخمیهای شما کجا میرن؟ زخمی های ما خودمون مراکز پزشکی و اینها داریم. زخمی های اونهایی که من تا حال اختردم در حدود 8 نفر بودن. در درگیری هایی که با نیروهای رژیم داشتین کسایی را اسیر کردین یا تونستین افرادی را شناسایی کنین که کشته شده باشه و بدونین که از چه مقام و مسئولیتی در سپاه داشتن؟ هنوز این اطلاعات به من نرسیده است. اگر در پایان صحبتی دارید و خبری دارید که میخواید که با شنوندگان و بینندگان کردانه در میان بذارید، میکروفون در اختیار شماست. اون واقعیتی که هست اینه که جمهوری اسلامی از منطقه سلماس، ما بهش میگیم کلرش، تا منطقه مریوان نیروهای خیلی زیادی را جمع کرده است و دیروز یک پاوزه، یک آتش بسی در میان بود. اون هم به خاطر این بود که این نیروهایی که شکست خوردن اونها را پس فرستادند و دارن نیروی تازه میارن. نیروی تازه شون و اون اطلاعاتی که ما داریم انصارالاسلام توشونه و نیروهای از قم هم آوردن و در تمام جبهه دارند نیروهاشونو زیاد میکنن و البته میدونن که 1 متر هم نتونستن تا حال، فقط در اون منطقه که میگن دشت مزرعه 1 کیلومتر اومدن پیش، تا حال هیچ نیومدن جلو و این مسئله، این حرکت بزرگیه. این مسئله تنها مسئله پژاک نیست. بایستی ملت کرد، نیروهای مترقی، نیروهای دموکراتیک ایران، ملت ایران اینو بفهمن. این برای از بین بردن حرکات دموکراتیک در چارچوب ایران هم هست. یک چیزی هم داشتم که راجع به اون اخباری که در سایت جناب عالی که از قول رادیو فردا انتشار داده بودین، انتقاد من نه از جناب عالی و هم از رادیو فردا هم هست. اولا نمیدونم رادیو فردا رادیوی جمهوری اسلامی ایران است یا یک رادیوی مستقلی است. این معلوماتی که درباره پژاک پخش میکنه از کجا میاره؟ اونجا در آخرش می نویسه که پژاک شاخه حزب کارگران کردستان در ایران است و در لیست ترور ترکیه و اغلب ممالک دنیا و امریکا است. پژاک در لیست، ممکنه در لیست تروری ترکیه باشه، این یک چیز نرماله، ولی پژاک در لیست تروری هیچ یک از دولت‌های دنیا نیست و حتی در لیست تروری امریکا هم نیست. پژاک در لیست سیاه وزارت خزانه‌داری امریکا است. من خیلی متاسفم که رادیو فردا مثل یک رادیوی اپوزیسیون همچو انفورماسیون های ناراست و نادرست پخش میکنه و امیدوارم که شما هم جناب عالی هم از پخش همچو اخباری در سایت خودتون یا در میدیای خودتون یک کمی با دقت‌تر و جدی‌تر بهشون نگاه بکنید.